28 اپریل سال 2026 نوبالغ از خواننده سینفیسه یکی از مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی ناحیه وسطی ولایت ختلان با همراهی همدرسانش به درس رفت و دیگر به خانه برنگشت. ساکنان محل از بدره گردیدن دخترچه 10 ساله در تعجب بودند. میلیسیا برای پیدا کردن دخترچه نوبالغ از راه اصولهای اپراتیوی کاربری میکرد. 29 اپریل متاسفانه جسد نوبالغ با علامت‌های مرگ مجبوری، طریق بوغی کردن و با نشانه‌های کردار جاهلانه، تجاوز به ناموس در حدود زمین‌های کشاورزی پیدا کرده شد. میلیسیا برای صادر کردن چنین یک جنایت مخزن وزنین و نوجوانمردانه نسبت نوبالغ ساکن دهه قینر ناحیه واسه خیرالدین قربانعلی قادرزاد سال تولدش 1991 را دستگیر کرد. دستش دیدم که یک رزینکی بود. من همون رزینکی همون رو گرفته، همون گلویش رو بستم، محکم بستم، در زمین خوب کردم، همین چشم بند داشت و دستایش رو پسی پوش بستم، دستایش رو پسی پوش بستم و در درون الافزار کشته بودم.